سلام به همه عزیزان. این موتراست که مردم کیف میکنه، احترام میمانه. این مردم ها که احترام داره این موترها رو میبینن لوکس. آدم چقدر خوب معلوم میشه. باور که این موترها بشینی دوستا میکلگی میاد، یکی میگه ساعت چند است، یکی میگه کاکا چه خدمت کنم، یکی میگه کاکا بیا خانه ما. این دو پیاده که بوره هیچ کس غمت نمیخوره. بازم تنها چیز خدا را مهدارم. بهترین مدل بالا کدام موترتون است؟ برای فعلا اون لند کروزر داریم، این 2008 داریم، یا کلش مدل های بالا است دیگه. این چی است؟ این هایلکس است، مدلش 2012 است. قیمتش؟ قیمت از این است 12 لک افغانی. 12 لک، $1,000,000. $4 لک افغانی. بله. اگر میره از خیر 2 لک میتر مورم قرض. من می موتر خوشم آمده. دیگه پایینم نماشم. دلت که سلکاری مونی، دلت بدر. هیچ مشکل نیست. خود شلم مندازم. هیچ مشکل نیست، خیر است، ما در خدمت هیچ گپی نیست. زورم ندارم. تو مقصد در التماس بشه. هیچ گپی نیست ان شاء الله. 4 لک است، 2 لک میدیم. بازورم در قیس. 2 لک دیگه شب باز هر وقت خدا داد بیت خیر گپی نیست. این خیر است. هدف نیست که موتر 4 لک میارزه. 4 لک 2 لکش باقی میمونه؟ نه از 2 لک متر کم. نه 20,000 افغانی میدیم در ماه. سلام به همه عزیزان. امیدوار هستم که همگی جور صحتمند باشین. عزیزا اگر تا به حال چنل تو پنجره افغانستان را سابسکرایب نکردین، همین حالا سابسکرایب کنید که اولین نفر باشین از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. این بار جای آمدیم که بله دیبوری هست، موتر فروشی قسم مشاهده میکنید. بله موتر فروشی ستاره پایتخت. با ما باشین، پرحرفی نمیکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ ستن خوب است. سلام علیکم. ان شاء الله امیدوار هستم که صحتمند باشین. شما خوب هستین؟ لطف خدا مهربانی خدا شکر فضل خدا را شکر. بسیار ببخشید، اول از همه من خوش هستم که شما را همراه خود داریم. ما همچنان. دوستای عزیز، کسی است که عمیق خبر دارم، مسئول موتر فروشی ستاره پایتخت است. بسیار یک آدم با شخصیت، یک آدم بسیار مهربان، مهمان نواز. میشه اول از همه خود معرفی کنین محترم؟ مهدی محمدی هستم، مسئول موتر فروشی ستاره پایتخت. بله. بسیار خوش هستم آقای محمدی عزیز که امروز شما هستم. ما همچنان شما را خوش آمدید بگیم در ستاره پایتخت. تشکر. ما یک چند دقیقه که وقتتون بگیرم اگر امکانش باشه اجازهتون باشه. آقای محمدی میشه برای ما بگین که همین موتر فروشی را چه زمان آغاز کردین؟ در حدود 7 سال میشه که ما اینجا هستیم. ماشاءالله 7 سال. بله. این تنها هستین؟ میشه که برای ما معلومات بدین؟ شریک دارین؟ ما هستم، یک شریک ماست که برای فعلا امروز نیست، کدام جای سیاحت رفته دیگه. 50% نسبش مربوط است، نسبش مربوط ما شریک هستیم. بله. آقای محمدی، بهترین موتر که بسیار برند است، مدل چند است، قیمت‌هاش چند است میشه که برای فعلا در بازار 2022 2021 2020 بفرمایید تشریح بدین. آقای محمدی، واقعیتش این موتر ماشاءالله بسیار تو شیک است، زیاد ماشاءالله. مدل از 2020 ولیدش هم منفی 6 است که 43 749 است.
قیمت ازی است به 12 لک افغانی. 12 لک افغانی است. جرامت داره کدام کسی خب باشه؟ یک چیزی تخفیف داره، یک 20,000 30,000 زیاد نی. از جالبی است که اینجا دیگه اون قسم نیست که بگه والا ما این رقم لیلام 1 لک 2 لک پایین. اما قسمی که خود آقای محمدی باید تعیین کنه زیاد هم اگه احترام کنه یک 20,000 یا 30,000. بازم که احترام شوه 12 لک نشوه 11.5 لک، از اون دیگه پایین نمیشه. تشکر. محمدی عزیز میشه با تشریف بتین؟ این موتر است، فینگر است، مدلش است 2016. خب قیمت ازی است به 8 لک افغانی. ماشاءالله 8 لک. بله. چطور است رفتارش و خب موترش خوبیش است دیگه، آپشنش خوبیش است، رنگش خوبیش است دیگه، مدلش هم 16 است دیگه، موترهای خوب است دیگه. یعنی مردم هم جد میپسنده. بله. خب محمدی عزیز، این ماشاءالله یک رنگ سیاه، بسیار یک موتر عالی که واقعا من خوشم آمده. همین جان هم از پشت کامرا سعی کرده رئیس، دل ما او میشه. اینا میشه برای ما بگین که این قیمتش چند است؟ این مدل ازی است 2012. بله. موتر هم است نوارد. قیمت ازی است 8.5 لک افغانی. 8.5 لک. بله. این وسایل و چیزایش فهمیده میشه که پیدا میشه در افغانستان؟ بسیار زیاد. امی یکی موترها که برند است، یک ذره مردم خوش میکنه. دلیلش همین است که سامان زیاد پرایمان بگم زیاد بگم در بازار زیاد سامانش. پس ما دروازه زیر یک بار واس کنیم. یک دفعه که داخل شدم دیگه بیرون نمیشم. این موتراست که مردم کیف میکنه، احترام میمانه. این مردم ها که احترام داره این موترها رو میبینن لوکس. آدم چقدر خوب معلوم میشه. باور که این موترها بشینی دوستا کلگی میاد، یکی میگه ساعت چند است، یکی میگه کاکا چی خدمت کنم، یکی میگه کاکا بیا خانه ما. این پیاده که بوره هیچ کس غمت نمیخوره. بازم تنها چیز خدا را مهدارم. آقای محمدی عزیز میشه برای ما بگه این اتومات است؟ بله، موتر مدلش 2012 است. 2012. موتر اتومات است، اتومات کمپانی است دیگه. ایسی یایش هم فعال است. موتر نوارد است. محمدی عزیز خودتون هم با این موتر میرین جای چکر؟ حتما بله ها. بعضی وقتا دیگه یک موتر است که آپشنای بالا داره، مصرفش کم است. بله. معمولا مردم همزی موتر استفاده میکنه. بله. یا بعضی موترهای چیزم شاید داشته باشین آقای محمدی برقی؟ موتر برقی داریم، اکوا داریم، دیگر رقم موترهای برقی داریم. خب باز یا موترهای برقی رو خوش میکنه، باز یا که است. باز معمولا مردم دیست افغانستان زیاد خوش میکنه به خاطر حادثه ترافیکی، باز گپای دیگه. خب جالبی است که دیست افغانستان است. بله دیست افغانستان است. چون دیست چپ میفته نه؟ بله. تمام موترها می قسم از یعنی موترهای دیست چپ هم داریم؟ نه دیست راست هم داریم. خب باز مشتری که است به خاطر باز مشتری ها که به خاطر حادثه ترافیکی باز گپای دیگه. بله. این موترهای دیست وطن خود ما رو خوش میکنه که یک وقت از یک جای میبره باید پیشروی خود ببینه. برای ما گفتم میتونین جناب محمدی اگر ما از پیش این موتر رو بخرم میتون قرض میتون که میتون کم کم در ماه 1,000 بتونید؟ 1,000 دلار؟ نه افغانی در ماه 1,000 دلار میدوشت؟ نه 1,000 افغانی خوی پورا نمیشه پیسش. 8.5 لک روپیه مجبوره که یک 20 سال بشینیم که پورا شونه که در سال 12,000 افغانی شوه. خیر است اگر وقت یک موتر خرید یک چیز خرید شما گذرا میکنه مشکل نیست. تشکر، ما شوخی کردم آقای محمدی. خب بریم در موترهای دیگر هم برای ما تشریح کنین. تشکر. از موتر پایین شوم خود دیگه چیکار کنم. محمدی عزیز این موترم که اول ببینیم که میتونه ماشاءالله چک شیکی است. اینو قیمتش چند است محمدی عزیز؟ قیمت ازی است مودلی است 2013. دستلای ما میگه سندروف یا تابدار. موترمون نوارد است. قیمت ازی است 9 لک افغانی. این 9 لک است؟ بله. ماشاءالله 9 لک روپیه 9 لک افغانی قیمتش است که اگه به تخفیف به 30,000 40,000 به نهایت 8.5 لک. 8.5 لک. اگر حمید همکار ما که دایرکتر برنامه ماست، کامرامین است،
اگر روسی کنه آیا برای ما همکاری میکنه میره گلپوش کنه؟ گلپوش که ما برش میکنم یک روز نه که یک ما برش گلپوش میکنم پیسه گلش هم سر ما این نمیجام این رقم ما نفرایی داریم که واقعا بسیار اجتماعی است. تشکر آجی صاحب عزیز. هر وقت یک بار بریم داخل از شما از رو میرین از ایرا در مشکل است 2013 موتر این سیستمش بسیار بالا بود یا موتری که اول سیاه که بود؟ اون موتر که 2012 مدلش بود این مدلش هست 2013 معمولا که یک مدل از او بالتر است. او که بالتر است خیلی رنگ چیز او خوش آدم ای بالاتر است نه؟ بله باز یا کس رنگ سفیدش خوش میکنه باز یا کس رنگ سیاه. او یک چیز دیگه هم در میشتل میده وعده میکنیم گفتی که برای همه جان یک موتر گلپوش کنی او از این سر ما وعده کردیم سر گپ خود ایستاد هستیم که 2020 2023 یک تا نه سه تا موتر ما برش گلپوش میکنیم. آقای محمدی صدایتان تمام جهان میشنوه کدام مشکل نیست یک وقت پشیمانی نه مردار قول است دیگه فیلم مردار قول خود دیدی نه سلام سنگیره مردار قول است گپ نیست. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. دمی شخصیت واقعا برای ما هم شما همچنان قربانتون. یا چه قسم سودا چه رقم است خرید فروششان مشتری دارین ندارین؟ بله موترای 2013 2011 10 معمولا این موترها کس که مصرف است سامانش در بازار زیاد است مشتری زیاد داره. مگه مصرفش خیلی کم باشه؟ مصرفش در 100 کیلومتر 8 لیتر مصرف داره. معمولا مردم کس از این موتر زیادتر استفاده میکنه. از 10 لیتر هم کم است. کم است به خدایی. اورم که شیشه بند اینا ایسی میسی چالان باشه یک 9 لیتر دیگه 8 لیتر زیاد نمیخره باشه. آقای محمدی یا از کجا میارن وارد میشه صادر از کدام کشور؟ یه خب موترها خو اکثریت موترها جرمنی است ژاپنی است با فرمایش امریکا است بعضی میگه کانادایی امریکایی معمولا دمی بازار مروج همیست. بله بله. کسی میگه که از امریکا مال کسی میگه از کانادا خب اصل سرمانشی است ژاپن است جرمن است که موترها با فرمایش دیگه کشورها است با ساخته میشه. آقای محمدی وقتی که دست افغانستان از این طرف یا در کجا جور میشه یا در دبی جور میشه یا امیر قمیه خودش؟ نه این که با خود ژاپن که جور میشه با فرمایش همون کشور است. کسی میگه که با او دست فرمایش میده کسی با این دست اونجا باید فرمایش بده. بله بله. تشکر. میریم با طرف دیگه موترها. یک علاقمند شدیم که دلم کنده نمیشه که از این موترها جدایی داشته باشه. آقای محمدی عزیز بهترین مدل بالا کدام موترتان است؟ برای فعلا لند کروزر داریم این 2008 داریم یا کلش مدل های بالا است دیگه. این چی است؟ این هایلکس است مدلش 2012 است. قیمتش؟ قیمت از این است 12 لک افغانی. 12 لک 1 میلیون دلار دیگه. ماشاءالله. دیگه اون موترای دوچی است لند کروزر است. یارا چه کسای تاجران میخره این موتر یا مردم غیره میخره؟ ایره مردم دولتی هم میخره مردم کارگر هم میخره. معمولا یک موتر است که هم موتر بار است هم موتر شخصی است دیگه در هر جای کار میه این موتر مکم مصرف هم است. در خامه چه رقم است؟ در خامه خب برای خامه جور شده این موتر کمونیست دیگه. بله بهترین موتر که خداوند اگر همین جان موتر خوب بده موتر گلپوش همیست دیگه. این نیست خاص باز رنگ سفیدش برید میاریم میگه رنگ سیاه قدم نداره. باور که شانس است زن دو میشه است اولش در گوری بودن گوری در قلعه وحید. خب عزیزا جایتان خالی. اینی تو موترها که سوار شدین عمرتان یک بردو میشه چون آدم میتون ماشاءالله. دوستا جالبی است که در این موترها بوری کل مردم احترام داره. اگر اون در بایسکل بوری چی رقم است بچیم افغانستان ولی بهترین موتر ما فعلا به خدا. آجی صاحب آقای محمدی عزیز بله. این قیمتش چند گفتی؟ این موتر شما از دور کنین جای دارین؟ بیایم. بله خوب جای است. محمدی عزیز یا اتومات است؟ بله موترش 2010 است. به اصطلاح ما میگه که آپشنش GXR است. آپشن GXR است. قیمتش 22 لک افغانی است. 22 لک افغانی دیگه شیبش هم 2014 است.
این 22 لک اگه خرید چی کنه خو یک لکش خو مراد میکنه یا نه؟ حتما انشالله 1 لک روپا 1.5 لک روپا اگه 20 لک هم شد مشکل نیست، خیر است. در روسیه امیجان چقدر در کرا چقدر پیسه میگیره؟ کرا هیچ. یک موتر سفیدش میگه شور گلپوش نگو قدم نداره نه. خو برای امیجان یک موتر سفیدی 2015 و 17 18 برش گلپوش میکنیم. نه امیجان هیچ باور نبه. کرا دیگه چی کرا چی بس؟ باور نبه. خب میشه برای ما بگوین که مصرف از چه قسم است؟ زیاد است کم است؟ یا سای سلام. سلام. ای سلام دیگه خوب موتر پر قدرت است دیگه، از لحاظ مصرف هم به اون اندازه که مردم میگه قضیت مصرف نداره. مردم گفتنه که مصرف زیاد است. دیگه اون موقع بازی سی داره، اون موقع در دیگه داره که نمیالی دمون گرمی هم که چالان باشه نمیشه که چالان کنیم سی دیشه. دیگه تو سی اخ داره کدام زیر نمیکنه که گرمی است نیست. آقای محمدی اگر کدام کسی بوده که تا به حال از شما موتر خریده باشه ولی دیگه نیمی پیسه داده باشه نیمیش همونطور رفته باشه که تا بالش ندیدی؟ والا او رقمی خود زیاد داریم. معمولا همی طور یک گپا هست، ما همی که امارت اسلامی ما جمهوریت سقوط کرد تقریبا 50-60% سرمایه ما رفت گم شد، کلش غرق شد، اروپا رفت، ترک هر جایی که گریخت رفت دیگه، کدامش رای کرد و کدامش دیگه نه پیدا کردیم نه دیگه دیدیم رفتن و گم شد. حالا هم تو گپا هست. بعضی مردم ها اول که یک موتر خرید در قرض بسیار خوشخوانی میکنه که یک ماه بعد 20 روز بعد برید پیسه میتونم نه. بله بله. وقتی که کارش شد باز پیسه گرفته نمیشه، باز گپ درز و حقوق و محکمه و جاری جنجال که ما اهل از کارم نیستیم متاسفانه. میفهم چرید نمیخوره. پس چرا بیا می کار دیگه نمیکنین؟ تجربه کردین یا نه؟ تکرار میشه چه قسم؟ نمیشه. خب باز دوستا سینمال تو مثال غلام ساقی یا نبی زاده خواهش میکنم مسابقه شما رو میشناسم، تو میگی که برای امیجان 1000 دلارش 1-2 لک افغانیش قرض میمونه، مجبور است که مزرعه تو بگم برو خیر صدقه سرید. باز اون مربوط امیجان میشه که امیجان پیسه رو میاره نمیاره. چی بگم؟ یک گپ درست است. یعنی از طریق ما واسطه میکنم یک وقت سکن نفر یا شو یا نشو. حتما هر جایی که وقتی که یک معامله قرض صورت میگیره یک نفر در بین است که معامله قرض صورت میگیره. بله این حقیقت است. اگر در بین نباشه خب کس 1 روپیه هم بر یک نفر نمیده. بله این حقیقت است. یعنی اگر تو واسطه میشی یک نفر که 5000 دلار یا 2 لک افغانی را قرض بیتی بچشم تو بگم سندم نمیگیرم. نه خواهش میکنیم. تشکر. با برادرها چه قسم آقای محمدی امروشان چه قسم برخورد میکنین در راجع به میتو؟ او خود برادر است. او خود طبقه تاجر هستیم. اول خود در تجارت اخلاق است که آدم با مشتری خود اخلاق کنه. چیزی که در موتر بود برای حقیقت برش بیان کنه، بگه که موتر خوب است خراب است، از تمام چیز بو اخلاق یک چیز ضروری است. مشتری هست که ما هستیم، اگر مشتری نباشه ما اینجا چی کنیم؟ این راست میگه، حقیقت است. برای ما پیشتر گفته بودن که آقای محمدی عزیز که از دیگر جای کده از شما کم فروشات زیاد است. بله ما اینجا معمولا دمی موتر فروشی خود نسبتا اون موتر فروشی ما دیگه موتر فروشی بیشتر آپشنایش بالا است، بسیار مصرف کرده. ما دمی یک خاکی موتر فروشی هستیم، نسبتا به دیگه ما مشتری داریم، سوداگری مگذره خوبتر است. آجیز پیش از موتر فروشی شما چی کاربار میکردین؟ پیش از موتر فروشی ما از 2007 تا 2018 در سازمان نروال جهانی کار کردیم، یعنی WFP. بله. همونجا ترانسپورت برابری داشتم. در 12 سال خود WFP کار کردم. بعد از اینکه WFP کمک‌های جهانی باز وقتا که کم شد، باز ما آمدیم و هم مربوط ترانسپورتیشن یا ترانزیت یا کارگو میشه نه؟ بله. باز او که یک ذره کم شد، باز ما آمدیم در موتر فروشی. همون شق موتر است، باز در شق موتر آمدیم. بله. علاقمند کشور خارج هم هستین که برین؟ نه والا. امی وطن دوست امی وطن خود دوست داریم. دمی وطن هستیم، ان شاء الله اینجا میمونیم. امیر ما با اروپا و امریکا و دیگه کشورها نمیتونیم، ان شاء الله امی وطن خاکی ما از دیگه با مملکت زیاد است. تشکر. ببخشید که تا این لحظه وقت رو گرفتیم. بسیار تشکر. میریم باز جای دیگه هم برای ما چشم. قسم مشاهده میکنین که آقای محمدی عزیز موترها را برای ما معلومات داد. بسیار یک موتر دیگه عالیست، بسیار خوشم آمده، بسیار یک شیک موتر بسیار خوبش است. من میرم از او دروازه، شما از این دروازه بشینین، امیر یک برای ما با مشتری ها یک معلومات بتین، بسیار خوب میشه. این موتر خب ببینید که نه دیگه اشترینگش چپ است نه؟ بله. استیکر است، اونم پلید استیکرش است.
مدلش 2011 است، قیمتش 4 لک افغانی است. کدام؟ همین موتر خو 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 که موتر هم به نام پرس یاد میشه، پرس پرش. دیگه. مدلش 2011 است، قیمتش 4 لک افغانی دیگه. اون اپشنای بالا داره مگه استیکر است، دست افغانستان خب. نیست. 4 لک افغانی. بله. اگر میره از خیر 2 لک میتر مورم قرض. من می موتر خوشم اومده. دیگه پایینم نماشم. دلت که سلکاری مونی، دلت بیادر. هیچ مشکل نیست. خود شلم مندازم. هیچ مشکل نیست، خیر است، ما در خدمت هیچ گپی نیست. زورم ندارم. تو مقصد در التماس بشه. هیچ گپی نیست، ان شاء الله ما 4 در لک خدمت است، هستیم. 2 لک میدیم. بازورم در قیس. 2 لک دیگه شب باز هر وقت که خدا داد بیت خیر گپی نیست. این برو ما خیر است. هدف میست که موتر 4 لک میارزه. 4 لک 2 لکش باقی میمونه. نه از این 2 لک متر کم نه 20 هزار افغانی میدیم در ماه. می 4 لک افغانی را قسط کنی. من مطلب نگرفتم. 4 لک نیم که خدمه خب با خاطر که هنر پیش هستم کی با 2 لک بفروشم. 2 لک بفروشم در میارزه 4 لک. گیره ما خواهش کردم شما. خب تو کاستا من موتر بر تو میفروشم به 3.5 لک افغانی. خب در 3.5 لک افغانی هم که بفروشم 50,000 افغانی توان میکنم. من 3.5 لک افغانی شهر رقم که تو قسط کردی ان شاء الله ما در خدمت خیر در است. ماه 1000 افغانی میگیره. 1000 اگه نگرفتم خب یک چیز جرامت میکنیم، خیر است، گزاره میکنیم. چطور دوستا ما می رقم قدش ماهنگی میکنم نهایی شو، درست است؟ 3 ساعت من ان شاء الله ما در خدمت ان است. کاغذ و کتابچه چیزا خدا ان شاء الله حتما اون استیکر داره دیگه، دارید مشکل نیست. کلیشه دیگه از خیر ما در خدمت هیچ ان شاء الله مشکل نیست. تشکر، بسیار خوش میشم. ما شما دوستا صاحب یک موتر شدم. همین جانم صاحب یک ماشاءالله عروسی کنه، برش گل پوش میته. خو خیر از این موترم میتونیم که باز آجی سبم کمک کنم. موتر لوکس که تقریبا 2 میلیون و چند بود؟ 14 لک گفتیم. کدام؟ موتر اول برند. اون موتر چی 22 لک افغانی. خوب هستی؟ صحتمند؟ سلام علیکم. ببخشید اول اسم مبارکتون چی است؟ خدا ببخشید. حاجی راز محمد. حاجی راز محمد. بله. حاجی راز محمد به خاطر چی آمدین در موتر فروشی پایتخت؟ امین آمدیم یک موتر ما استاد است 2000. در اون پرسان می کردیم یک پولدار می خریدیم امو اتومات. یعنی بدل میکنین؟ سر میتین یا نه؟ نه امین می فروشیم اینا را می خریم دیگه. با نقد. خودتون موترم خرید فروش میکنین؟ بله از جرمنی میاریم موتر. پولدار جرمنی. کدام سرای کدام چیزی دارین یا نه یک دانه موتر؟ نه در ارزان قیمت یک چیز است موتر فروشی. همونجا کندیوال ما سکتیونا دیگه هستیم. بسیار عالی. حالا به خاطر چی؟ به خاطر آقای محمدی اومدین؟ بله میشناسین آقای محمدی را؟ دیوال هم هست. بله دیوال هم اینجا هستیم. گاهی وقت میاییم. میتونه بگین کدام گپ نیست. سر مسئله معامله موتر میخرم. صحیح. من موتر برای حاجی صاحب معرفی کنم. این موتر از 2005 اتومات کمپانی. دیگه قیمت زیاد است. 8.5 لک افغانی اتومات کمپانی است. دیگه موتر من منفی 599,000 است. موترش خوبش است، شاردگی کدام مشکلات هیچ نداره موترش. کم مصرف. دیگه از ما یک کندیوال هست گفت که تو پرسان که از موتر اتومات که چرا کما چند دست دیگه بعضی میای موتر مشخصات دیدی موتر ماشاءالله نو دیگه نوارید موتر است. 8.5 لک روپیه نه که حاجی صاحب هم دوست است دیگه. سابقه است. 8 لک ده 20 کم 8 لک برای حاجی صاحب اتومات کمپانی رو میتیم. چی نظرتون است؟ خود دیگه ما هم ببینیم یک مشوره کنیم دیگه. موترم خوشم آمد. مشوره نکنی کارت خراب است. کل جهان میبینم. والا میگه آدم یک مشوره کو. در ما یک اندیوال داریم شریک داریم اونا باید مشوره کنیم بریم دیگه. فهمیدی؟ از حاجی صاحب تشکر دیگه. ان شاء الله بی انصاف نیست دیگه مراتی ما میکنه. با امید خدا. نظر حاجی صاحب که شما میشناسین چند سال است؟ حاجی صاحب خولا ما چند وقت میشه که معامله با اساس رابطه است. یعنی موتر فروشی خو زیاد است در کمپانی ارزان قیمت دیگه جای است. اینجا که در پایتخت موتر فروشی ما آمدیم و این یک اعتماد است دیگه. سر اینا بیادره. دیگه ان شاء الله هستیم دیگه ببینیم که سودا چرا کم میشه. تشکری میکنم از خودتان. بخیر باش. تا این لحظه سلامت باش. خب از دل بازم از خودتان تشکری میکنم. از آقای محمدی عزیز تشکری میکنیم تا این لحظه وقت خود برای ما داد. ما بسیار زیاد تشکر میکنیم. چینل شما از امیجان شما ان شاء الله به امید یک افغانستان امنیت سرتاسری. بله. از دل حالا از آقای محمدی کلی موتر میگیریم.
که بریم بخیر دیگه. از شما دوستان تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یک تا می سپاریم تا برنامه خوب براتون تقدیم کنیم. ان شاء الله خدا برات نیکی مبارک کنیم. کلی تشکر. چقدر خوب است که در موتور فروشی یک موتور بگیریم دیگه اجازت نیست که ما دیگه چه رقم برات بگم. بازم یک وعده میتیم که جسای والا وعده داد برای حمید که من موتور برش گل پوش میکنم که ما ارزان فروختیم. همین که تو خوش هستی تو فکر بگیر بسیار قیمت فروختی. خیر است. تشکر.